تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 2247 نفر گزارش شدند که از این تعداد 1255 نفر در مراکز درمانی بستری شدند. در حال حاضر تعداد موارد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه 3773 نفر هستند که براشون آرزوی سلامتی و بهبودی داریم. متاسفانه ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغ دیده طی 24 ساعت گذشته 165 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 19804 نفر رسیدند. مجموع موارد شناسایی شده تا به امروز 345450 نفر هستند که از این تعداد 299157 نفر به لطف الهی و تلاش شبانه روزی کادر بهداشت و درمان بهبود پیدا کردند.